به قول استادمان این علم را به خاطر الله گرفت، نه به خاطر شهرت، نه به خاطر ریاست و وظیفه و منصب، نه به خاطر پول و مال و آبرو، نه به خاطر احترام مردم. پدر استاد ما را نصیحت کردیم. وقتی که میگم استاد ما، من وقتی که تقریبا 20 ساله بودیم، حالا که دانشگاه را تمام کردیم، دانشگاه اسلامی را، و در نزد علمای بزرگوار علم گرفته بودیم، خواستیم که در ایوان مسجد امام شویم و جمعه برآمد کنیم و محاضره ها کنیم و درس دهیم. پدرم گفت که این کارو نکن. یعنی در مدینه شده که هست، این کارو نکن. اگر تو این علم را به خاطر الله گیری، علمت را الله تعالی به مشرق و مغرب خودش نشر میکن، خودش پهن میکن. یعنی بگذار خودت وظیفه طلب نکن، خودت نکو منم امام مانید، منم درس ده. بگذار مردم تعیین کنن، طلب کنن، التماس کنن. یعنی خودت نکو وظیفه ها را. طلبی وظیفه اصلا از دیدگاه شریعت خوب نیست. یکی تو به خاطر الله علم آموز، الله این علمت را خودش پهن میکن.